ما هم آرزو میکنیم که کشورمون با حالت بهترین حالت زبونم بیفته به بهترین حالت ممکن برسه، اتفاقای خوب بیافته و آزادی و رونق و پول و همه چیز برای مردم سرازیر بشه، کلی اتفاقای خوب بیافته. No problem. No pasa. خب بچه اومده نگاه کنه میگی داره عکس میگیره از اینا میتونه دیگه هستی بوده. آقا همراه ما باشین، قراره بریم بارسلونا رو ببینیم که تو این شب و روزای کریسمسی چه حال و هوایی داره. شهر خیلی قشنگ شده، پر از نور و تزیینات و چراغونی و همه مردم خوشحالن، مثل این حال و هوای اسفند ما رو داره تقریبا. دقیقاً همین شکلیه. ماه دسامبر که اینجا دسامبر بهش میگن، توی بارسلونا یعنی کلا تو اسپانیا، کلا توی اروپا قشنگترین به نظرم بخشی زمستون همیناست. دقیقاً دیگه ژانویه که چیز میشه، این تعطیلات تموم میشه، دیگه شهر میره توی حالت سرما و تاریکی. البته تو بارسلونا از این خبرا نیستا. آره اینجا گرمه، خبر از برف و اینا نیست. همیشه جشنه دیگه. جشن، اما خیلی حال و هوای باحالی داره. حالا همراه ما باشین که بریم شهر رو بچرخیم و کلی چیزای باحال ببینیم. همراه ما باشین. این شهر پر شده از فروشگاه کریسمسی. نگاه کنین عروسک‌ها چقدر بانمکه، همه پر زرق و برقه. مثلا من ایناشو خیلی دوست دارم، بانمکه. یکم جلوشو بده پایین‌تر. پایین‌تر؟ آره. بانمکه. بچرخ. اینا رو هم خیلی باحاله. اینو ببینید چقدر احمقه، خیلی خوله ها. اینا نگاه چه خوشگلی. بعد مثل تست کنم اینا، بذارم زمین هر کدوم اومد بالا اونو بردارم. چقدر مثلا این بلولا؟ این همین تو کوچولا 9 یورو. 9 یوروه؟ آره. این یکی 12 یورو. ارزش نداره بزنی زمین تست کن. چه خوشگل اینجا ببین. چای نوشته خیار افسانه‌ای، نوشته توسط پدر مادرای این توی درخت، آخرین قطعه‌ای که تو درخت نصب میشه و بعد پنهان بشه و بچه‌ها که میان برای اولین بار درخت ببینن که اولین نفر اینو پیدا کرد اون قراره جایزه بیشتری از سنت نیکولاس بگیره. دیگه اینجوری چیز عجیب آدم پیدا میکنه. این وسط میدون کاتالونیا، الان تو میدون کاتالونیا این وسط هم سن زدن کنسرت هر شباره. آره دقیقاً. الان شروع شده یا نه؟ نه هنوز نمیدونم نوشت. چرا فکر کنم شروع شده. من تاریخش رو اونجا دیدم، یعنی خودم زده بودم تو پیجا، ولی الان نمیدونم شروع شد یا نه. فکر کنم شروع شده، هر شب هست. چیزه هر شب دیگه کنسرت مجانیه، اما خواننده‌ای هستن که مثلا تو خود این اسپانیا اینا معروفن اکثرا، یا کاتالانا اینجوریه. گاهی اوقات این بچه‌ای هم که استعداد دارن و اینا میاد اینجا
اجرا میکنن. گروه های حاضر راه افتادن و اینا. اینجا دارم پیانو میزنم. این حیات مرکزی این کلیسای خیلی قشنگه. بعد 13 تا از این قازای سفید و خوشگله از این داستان اینا رو میدونه. از این داستان اینا چیه؟ اینجا کاتدرال بارسلونا است، توی شهر بارسلونا، توی محله گوتیکه. اینجا بنابر حرفایی که گفته شده، یعنی هست واقعا، افسانه هم نیستا، سانتا اولالیا در سرداب این همین کلیسا دفنه. حالا جریان این سانتا اولالیا چیه؟ این بوده که این دختر به مسیحیت رو میاره و در اون زمان توی زمستون این رو برهنه میکنن، توی یک بشکه پر از شیشه میکنن و قلش میدن همینجا میدون سنخامه، همینجا توی میدون کاتدرال بارسلونا قلش میدن و این دختر میمیره و اینو در سرداب همین کلیسا دفنش میکنن و به نشانه 13 سال سنی که داشته 13 تا قاز رو در حیاط مرکزی کاتدرال بارسلونا میذارن و الان این قازها، این 13 تا قاز نماد سن همون سانتا اولالیا است. کیا بودن بیچاره اجرا کرده؟ دین قبلی چی بوده؟ همونا بودن. مسلمونه تو اسپانیا؟ نه مسلمونه که بعد چیز مسیحا اومدن. فکر کنم آخه قبلا اینجا رومیا بودن، رومیا به احتمال زیاد این کارو کردن. آدمای لاشی بودن. بریم اگه جا ببینیم. بچه همونجوری که متوجه شدین ویدیویی که داریم میبینین توی چند شب ما ضبطش کردیم. امشب هم آخرین چیز دیگه، آخرین شب سال دیگه، سال میلادی. آره 2025 تموم میشه و میرسیم به 2026 و کلی آرزوی خوب واسهتون دارم. بعد الان یک آتش بازی و بعد جشن چیزم هست، درونا اینا هم هست. آره درونا، پرواز درونا و نمایش درونا هم هست. ما این دیشب داشتن چیز میکردن، داشتن تست میکردن، یک کمش رو دیدیم. خیلی خفن باید باشه. بعد یه چیز دیگه، اون جایزه‌ای که مال اون ویدیوهای قبلی بود، اگه ندیدین این لینکش بالاست، اون سوغاتیه که مال تیم بارسا بود، اونم رسیده به دست کسایی که برنده شدن و ویدیوش الان واسه تو میذارم. البته یه نفرشون ویدیو فرستاده، اون یکی دیگه اگه تا موقع رسید اونم میذارم. یعنی 2 تا ویدیو میبینید، اما فعلا یکیش اومده. این ویدیو رو ببینین و برگردیم با هم دوباره. سلام، من این رسید دستم الان، واقعا خیلی ذوق دارم. من کارتم و دستم افتاد. اصلا خیلی خوشحالم. منم که عاشق رافینیا هستم، رافینیا هم گیرم اومد. من واقعا دیگه نمیدونم احساساتم چجوری بروز بدم. الان خیلی ذوق زدم. ممنونم از شما، خیلی ممنون. خب دیگه مبارکشون باشه این عزیزان، امیدوارم لذتشو ببرن. پارسال هم این بالا بودیم، اونجا هم خیلی باحال و خوش گذشت. با دوستامون، با خانواده‌های دیگه صحبت کردیم. اینا مثلا گفتیم پایین باشیم که وسط جمعیت و اینا، اونم یه تجربه خیلی باحال تو این شلوغی‌ها بوده. بعد دیگه همین دیگه منتظر باشین که این
آتیش بازی و این درونا اینا رو ببینیم، خیلی قشنگه. و دیگه چی آرزوهای خوب بعد بکنیم دیگه. آره امیدوارم امشب آرزو میکنن همه 12 تا حبه انگور میخورن و به نشانه 12 تا ماه سال و آرزو میکنن دیگه. ما هم آرزو میکنیم که کشورمون با حالت بهترین حالت زبونم میرسه به بهترین حالت ممکن برسه، اتفاقای خوب بیافته و آزادی و رونق و پول و همه چیز برای مردم سرازیر بشه، کلی اتفاقای خوب بیافته. شبیه ماه و زمین شدن حالا ماه که میچرخه کامل میشه و هلال میشه. اینا ماهش داره هلالی میشه، نگاه باحال داره برداشت. Какая красота! У нас видите, так нет. یه ظرف پر انگور رو حالا از توی این جمعیت رد شدن رسیدم این خیابون خودش یک مأموریت سختیه. لابلا رد شدیم، فارسی هم داشتم می‌شنیدم. والا کل بارسلون امشب اینجا دیگه چی میگن؟ اصلی ترین جشن سال دیگه، جشن سال نو. بوق میزنه.
هم شامپاینه رو زدن چون انگورا رو با شامپاین میخورم ما خالی خالی خوردیم هم خوشحال چرا چیز بوی گل و اینا میاد این خفه شدیم چی مرسیم به خیابون خودمون این هم نگاه چه بسکله رفت بعد ما با کاپشن و کلاه اینا یخ نمیکنه Ja, شده این کنار بریم همه خوشحال دارن چه دارن چیز میکنن آجی میکشن میرن مردم چه راه پیماییه اینو نگاه له میشه زیر دست بادم این هم شبیه دوربین من دارم